دیروز صبح از خواب پا شدیم گفتیم یه بلیط بگیریم جزیره ساموس از کوشادسته. حدود نیم ساعت راه داریم تا به جزیره برسیم. ساعت 8:30 هر صبح 2 تا کشتی از کوشادسته به سمت جزیره ساموس حرکت میکنه و بلیط رفت و برگشتش حدود 52 تا 55 یورو هست. ساعت حرکتمون 8:30 بود. هنوز راه نیفتاده. ساعت 9:30 حالا منتظریم. Öleceğiz şeyimizden ama hala şey değil. خب ما رسیدیم جزیره ساموس ولی یه مشکل داریم. اونم اینه که هیچ جایی به ما ماشین نمیده. همه ماشینا پر رزرویشن، همه پر شده. هیچ کسی هیچ شرکتی ماشین داره. داریم سعی می‌کنیم شرکت پیدا کنیم یه ماشین بهمون بده. Don't worry, no problem. اوکی. Fancy take. Yok kötü değil, güzel. Εδώ που η πόλη καταφέρνει να μην βιάζεται. Στο κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου. Βράδυ Σαββάτου. Ένας αέρας να τρυπάει το κορμί μου. Εγώ βρεγμένος πιο πολύ απ' την καμπαρτίνα μου. Μα σε ψάχνω απέχνω σε μένα. ما هم الان رسیدیم خونمون. خیلی خونه کوچیک و جمع جوریه ولی خیلی باحاله. منظره این ورش رو نشون بدم. عین خونه های قدیم یونانی، مثلا هیچ فرقی با اون چیز. مبل کوچیک دارن اینجا. یه اتاق خیلی نو و بالکن خیلی باصفایی داره. این ماشین ماست، کرایه کردیم. میخوایم بریم به صخره‌ای که اونجاست. اینم غذای بنده که آلرژی به غذای دریایی دارم. در جوار این دریای زیبا. اینجا پاتومی بیچ هستش، یکی از بیچ های معروف جزیره ساموس. آب انقدر سرده اصلا نمیشه رفت. خیلی یخه اصلا. ما با چه عقلی مایه تنها میکردیم که بریم تو آب نمیدونم، ولی خیلی تمیزه. اصلا یه عالی، اصلا دریای عالی داره.
اومدیم روستای مونالتس، روستای بسیار زیباییه. خب اومدیم منطقه کوکاری، یه جای خیلی قشنگه توی ساموس. توی اون روستای قبلی که بودیم که از فروشنده اونجا میگفتش که کمپ اینجا حدود 30 تا ایرانی هستش که تو شرایط خیلی بدی دارن زندگی میکنن، نه آب دارن نه غذا دارن. اونا هم دارن کمکشون میکنن که احتیاجات زانشون رو تامین بکنن. خیلی شرایطشون بده، واقعا متاسفم. دکتر مینا امیرسانی احتمالاً ایرانی باشه، نمیدونم، حالا تو اینترنت نگاه کنیم واقعا ایرانی هستن یا نه. اگه ایرانی هستن که اینجا سلام بشیم. کالواسی قیمت این ساندویچ 2.5 یورو. خیلی خوبه. تو آلمان حداقل 6-7 یورو باید بدیم. خیلی لذیذ به نظر میرسه. این رپ مرغ و سوسیس و سیب زمینی خیلی تماش، سسش عالیه. همش گوشته. اینجا زادگاه فیثاغورسه. الان هم داریم میریم سمت مجسمه فیثاغورس. سلام، روز آخرمونه و اومدیم صبحونه بخوریم و که برگردیم.
سفر ما هم اینجا دیگه به پایان رسید. داریم برمیگردیم به آیدن، به کوشادسه، از اونجا هم بریم خونه.